یعنی هر چقدر از خوشمزگی این رولت بگم کمه، خیلی خوشمزه است، همینقدر لطیفه و بدون نیاز به فر درست میشه. بریم با هم دیگه درستش کنیم. برای درست کردن این رولت اول از همه پودر نارگیل رو توی سینیمون به این صورت یک دست پهنش میکنیم. در مرحله بعد شیر، شکر و آرد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. حتما باید آردتون رو یک دور الگ کنید. با هم دیگه مخلوط میکنیم، روی حرارت ملایم میذاریم تا به غلیظت مورد نظرمون برسه. وقتی موادمون شروع به جوشیدن کرد از روی حرارت برمی‌داریم و کره و وانیل رو بهش اضافه میکنیم. دوباره هم میزنیم تا کاملا کرمون توی موادمون ذوب بشه و کرممون یک دست بشه. در مرحله بعد باید این مواد رو روی پودر نارگیلی که توی سینی پهن کردیم بریزیم و یک دستش کنیم. ببینید به این صورت روی پودر نارگیلیمون میریزیم که توی سینی پهنش کردیم. کاملا با لیسک موادمون یک دست میکنیم، صاف میکنیم روی پودر نارگیلیمون. سرعت عمل باید داشته باشین که وقت موادتون کرمتون سفت نشه، براتون سخت بشه. و بعدش موادتون رو یکم روش گردو میریزین و برای حداقل 5-6 ساعت توی یخچال استراحتش میدین. گردوهاتون رو میتونید بعد از اضافه کردن خام هم بریزین روی خام، فرقی نداره. در مرحله بعد خامه قنادی رو فرم میدین، توی قیف میریزین و به این صورت روی مواد رولتتون میزنید و بعدش با پالت خامه رو روی مواد رولت کاملا صاف میکنید تا یک دست بشه و همه جای رولتتون خامه قنادی داشته باشه. بعد از اینکه خامتون کاملا صاف شد به این صورت برش میزنید به اندازه‌های دلخواه و بعدش به کمک لیسک و دستتون به این صورت رول میکنید. یکم این مرحله دقت میخواد که حالا چون من داشتم فیلم برداری هم میکردم، با یه دستتون سینی رو نگه دارید رول کنید، خیلی بهتره. و بعد از اینکه رول کردین دوباره میتونید یکم از پودر نارگیلی که اون کف سینی هست روش بریزین و بعدش توی ظرف سربتون قرار بدین. بعد از اینکه رول کردین اگر دیدین شکلش نامنظمه میتونید با دستتون بهش فرم بدین و بعد توی ظرف سربتون قرارش میدین و حالا به دلخواه میتونید روش رو با هر چی که دوست داشتین تزیین کنید. من دوباره مقداری روش رو با خام ماسوره زدم و با توت فرنگی تزیینش کردم. حتما این پست رو سیوش کن و از این پست حمایت کن، چون که براتون کلی آموزش‌های خوشمزه میذارم و انتظار دارم که شما از من حمایت کنید. به این صورت با هر چی که دوست داشتین میتونید تزیینش کنید و نوش جان کنید. این رولت به شدت خوشمزه است، یک بافت لطیف و عالی داره. حتما درستش کنید و لذت ببرید. نوش جان.